فکر می‌کنید که دجال به دنیا خواهد آمد؟ حقیقت اشتباه این هست که او به دنیا آمده است. او زنده هست. وایستا برایت ثابت کنم. دجال الان در یک جزیره هست و در آن جزیره الان زندانی هست و با زنجیره‌های بزرگ اسیر شده است و منتظر رهایی خود هست. این یک داستان نیست، بلکه حقیقت ترسناکی هست که یکی از صحابه ها رضی الله عنه با چشمان خود دیده است. این واقعه در زمانی رخ داد که حضرت تمیمداری با 30 نفر از همراهان خود به سفر دریایی رفتند. ناگهان امواج طوفانی آنها را در بر گرفت. به مدت 30 روز کامل طوفان کشتی را در دریا از آن سو به آن سو پرتاب کرد تا اینکه بالاخره هنگام غروب خورشید به ساحل یک جزیره متروکه رسیدند. به محض قدم گذاشتن در جزیره آنها با یک حیوان عجیب و غریب روبرو شدند. موهای بدن آن حیوان آنقدر متراکم و بلند بود که تشخیص قسمت جلویی با پشتی دشوار بود. صحابه رضی الله عنه با ترس پرسیدند: تو چه بلایی هستی؟ این حیوان با زبان انسانی پاسخ داد: من ساسا هستم. سپس گفت: به این خرابه بروید، شخصی آنجا برای خبرگیری از شما بیقرار است. آنها با ترس به آن خانه قدیمی رفتند. در آنجا انسانی را دیدند که از نظر قد و قامت آنقدر بزرگ و قوی بود که تا به حال چنین انسانی ندیده بودند، اما او آزاد نبود. هر دو دستش به گردنش بسته شده بود و از زانو تا مچ پا زنجیرهای سنگین آهنی داشت. حضرت تمیمداری رضی الله عنه پرسیدند: تو کیستی؟ او به جای پاسخ دادن شروع به سوال پرسیدن از آنها کرد. او پرسید: آیا باغ‌های خرمای بیسان هنوز میوه میدهند؟ آنها گفتند بله. او گفت: زمان نزدیک هست که او دیگه میوه نخواهد داد. سپس پرسید: آیا در بحیره طبریه آب هست؟ آنها گفتند آب فراوان است. او گفت: به زودی آب آن خشک خواهد شد. در آخر پرسید: آیا پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم ظاهر شده است؟ آنها گفتند بله و مردم با او هستند. با شنیدن این حرف او رازی را فاش کرد که همه را شوکه کرد. او گفت: من مسیح دجال هستم. به زودی به من اجازه خروج داده خواهد شد. وقتی که بیرون بیایم تمام زمین را میگردم به جز مکه و مدینه را. حضرت تمیمداری این واقعه را برای پیامبر دوست داشتنی صلی الله علیه و سلم بازگو کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم با خوشحالی بر منبر ایستاد و فرمود: هر کس 10 آیه آخر سوره کهف را بخواند از فتنه دجال محفوظ میماند.